دوستای عزیز، این هم نمای شهر کویته. ساعت 4 صبح. بیننده های عزیز، امروز مشتوارم خود خوردم کیم کم کم یاد بگیرد تا که بخیر در آینده بزرگ شد برای طبیعت خدمت کنه و تا جایی که کار از دستش میاد کار خیر انجام بده. همونطور نیه مشتبه؟ آره؟ چطور نمگی؟ 3 نفر امروز رفیق تو هم دیده که همیشه که رفیقم خلیقه از ما یک جای معمولا بشکا همونطور تا باشگاه یک جای هستی دیگه، گاهی وقتا که در کوم مایی یک جایی دیگه. سلام مرسی نبخشیشیم. یک هوای خوب، منطقه پشت کوه، بسیار آرامش، بسیار جای ساکت. اول صبح دوستان. دوستای عزیز صبح بخیر. هر جایی که هستید خوب باشید. بالاخره بعد از خیلی وقتا موفق شدیم. اردیم خد رفیقیم و مشتبه اینا را تنیستیم در اینجا برسنیم. یک دفعه آمدیم هفتم محرم بود که نیروی انتظامی یعنی اینجا افسی مگه که ما را نهشت سر کوی طرف بایی و این دفعه بالاخره موفق شدیم. این 2 دانر که خریدیم بخیر اینجا جاسازی کنی. اینا رو خریدیم مخصوص بخش او و دانه پرنده هایی که در این زندگی مونه. امیدواریم که این دفعه ضرر نزنه، اینا رو نکنه یا میده نکنه. همین حیواناتی که در این زندگی مونه ازش استفاده کنه دیگه. تا آخر ویدیو رو قد از ما باشین که بخیر چی رقمی رو در کجا جاسازی کنیم و نظریه شما مهم است. تشکر. دوستای عزیز ایشی بخیر تمام شد. خدا را شکر. بالاخره میتونستیم انجام بدیم. اما یک جای دیگه شمنده او هم در کنار از ما باشیم که بریم با هم وشرم نصب کنیم، جاسازی کنیم. انشالله که در خیر و خوبی های شما هم شریک باشید. بخیر باشید.
دوستای عزیز موقع دزی و تپک است توخکن کجایه همای پشت کومه نه این راه چند دانه پای برق کو طرف است همونجا که این آخر دره بازمی یک دانه خوندگک در وسط ان شاء الله که او خوردن اضافه شد حتما در اینجا بیرین که نمی یک جای جور کردی بخشه مرخ کو بخیره ازش استفاده کنه. برندای عزیز یک دنیزی را اردیم در این قسمت قراره اینجا کار کنی یم ریک شی سیمت شی دیگه مکمل از این ویدیو را در قسمت بالا لینک چینل را میلوم اگر خواست نظیر قم ویدیو خوش ممات چینل را بیننده باشین. تشکر. ما ایر بخیر کوشش کنیم که ایرم جاسازی کنیم و یکی دیگه هم بود و بیشتر ویدیوها رو در چینل میلوم چینل یوتیوب ان شاء الله که سر دین اونجا هم در چینل یوتیوب توکن که ما در کوک ماییم چی کارهای انجام میدی و امیدواریم که همه این بتونیم یک کار مثبت یک کار خیر را برای همیشه در هر جایی که هستیم بتونیم انجام بدیم. تشکر دوستان عزیز تا آخر را قد از ما باشین. کوشش کنیم که ما ارجاع سازی کنیم اینجی بنندایی که ما رو میگیرنه در کوی بروری پشتی کو اگر آمادین همین قسمتی که بند جرگده میگنه نه در سرونی بند کسته این منجی ای بله بنده که راه معلوم میشه اینم یک دونه شخی سنگ است یعنی منجی جاسازی نی اینم منجی جاسازی منیم بخیر که آمادین آوی خوردن چیم که اضافه شد حتما اینجا بیرین. تشکر. ان شاء الله خیرش ببینین جور باشین.
خب دوستای عزیز، ایش هم شد بخیر جور و او یک دنی دیگر که دو آخر از این دره بردیم دو اونجا جاسازی کردیم اویش هم جور شد. خدا را شکر که تنیستیم همینا را آوردیم اینجا را زنده تنیستیم سلامت جاسازی کردیم و امیدواریم که همیشه تا که زنده باشیم در هر سر دنیا که باشیم بتونیم برای محیط زیست، برای طبیعت، برای مخلوقات خداوند کمک کنی. یعنی یک کاری که از دست یک انسان باید انجام بده واقعا خیلی لذت بخشه. من خود شخصا از این کار واقعا لذت میبرم. حالا شما چطور دوستای عزیز؟ نظریات خود را حتما در کامنت نوشته کن. این یک کاری است که بتونیم همیشه امیره گفته از ما مردم که رواج کنی. اگر در هر جای کوه دشت بیابان اگر دیدیم واقعا نیاز است همین کار انجام بدیم. تشکر از کل گشیم که تا آخر برنامه را خود از ما هستین و بیننده هستین. حمایت کنین انشالله که در آینده ویدیوهای خوب را بخششیم آماده کنیم. تشکر، سپاسگزاریم از کل گشیم.